جورج اورویل، سرای چهارپایان، مالخانه. از انگلیسی ترجمه عثمان علی لطیفی، در قرائت دلشاد رحمت الله. ادامه. باب پنجم. با فرارسی فصل زمستان مولی بیشتر بطاقتی میکرد. مولی هر سحر به کار دیر می آمد و بهانه میکرد که در خواب مانده است. گرچند اشتهایش خوب بود، همیشه شکایت میکرد که مریض است. او با هر بهانه از کار گریخته و نزد حوض آب نوشاکی میرفت و در آنجا چون ابلهان به عکس خود در آب نگاه میکرد. درباره چیزهای از این هم جدیتر آوازها نیز پیدا میشدند. یک روز وقتی که مولی خوشحالانه به حوله سرای چهارپایان در آمده با دم درازش بازی کرده پایه خسبیده را میخواهید، او را کلاور دعوت کرده به یک طرف برد. مولی، گفت وی، من درباره یک چیز خیلی جدی گفتنی دارم. صبح امروز من دیدم که از بالای دیواری که سرای چهارپایان را از فرمای فاکس فود جدا میکند با آن طرف می نگریستید. از آن طرف یکی از آدمان جناب پیلکینگتون ایستاده بود. من دورتر از آنجا قرار داشتم، اما باوری کامل دارم که او با تو صحبت کرده یالت را سیله میکرد. این چی معنی دارد مولی؟ نه این طور نیست. این من نبودم. این دروغ است. فریاد زد مولی و به دویدن شروع کرده به زمین لگد میزد. مولی، به من نگاه کن. آیا تو به من راست میگویی که آن مرد یالی تو را سیله نکرده است؟ این دروغ است، تکرار کرد مولی. وی به چهره کلوور نگاه کرده نتوانسته لحظه دیگر به صحرا دویده رفت. کلوور در فکر خود زد. وی به دیگران چیزی نگفته به آغل مولی رفت و با سوم پایش در آخر کاه را تاب داد. او در زیر کاه پاره سرقند و یک چند لنته رنگارنگ پنهان کرده شده را پیدا کرد. پس از 3 روز مولی غیب زد. در طول چند هفته درباره جای بود و باشتش چیزی معلوم نبود. بعداً کبوترها خبر دادند که او را در آن طرفی ویلینگدون دیدند. وی در بین 2 میله عرابه اسبی دوچرخه سرخ و سیاه در نزد بینای جمعیتی ایستاده بوده است. مردی فربه گندمگونه که در تن شلوار و در پای جورابی بلندی پشمی داشته و به مأمور انداز مانند بوده است، یالی او را سیله کرده با او قند بداده است. مولی را جلد نو پوشانیده به پیشانیش لنته ارغوانی بسته بودند، طوری که کبوترها اطلاع دادند مولی خوشبخت و خوشنود می نموده است. او را دیگر هیچ حیوان یادآوری نمی کرد. ماه ینور خیلی سرد آمد. زمین یخ کرده مثل آهن سخت گردید. از این رو در صحرا کار کردن امکان ناپذیر شد. در انبار کلان مجلس های زیادی برپا می گردید. خوکها باشند مشغول ترتیب دادن نقشه کاری موسم آینده بودند. آنها نسبت به دیگر حیوانات خود را داناتر و عاقل‌تر می حسابیدند و تمام مسئله های سیاستی سرای چهارپایان را حل می کردند، در حالی که همه قرارها توسط آوازدهی عمومی قبول کرده می شدند. این ترتیب به قدر کافی رعایت کرده می شد اگر بین برفک کلولا و ناپلئون بحث ها سر نمی زد. هر نقطه که اگر باعث اختلاف نظر می شد مورد بحث شدید آنها قرار می گرفت. اگر یکی از آنها پیشنهاد می کرد که در قطعه کلانتر صحرا جو کشته شود، آنگاه دیگر می گفت به جای آن گندم کارند، و اگر یک از آنها می گفت که فلان میدان برای کاریدن کرم خوب است، به شبه دیگر می گفت که این بیفایده است و اعلان می کرد که به جای آن سبزوات بیخی کاریده شود. هر یک از آنها پیروان خود را داشتند. از این رو بین آنها بحث های شدید با وجود می آمد. اگر برفک کلوله در مجلس ها اکثر وقت با سخنرانی های عالی جنابش موفقیت را به دست می آورد، آنگاه ناپلئون در حاشیه جلسه ها بهتر عمل کرده دستگیری پیدا می کرد. ناپلئون مخصوصا در بین گوسفندان آبروی کلام داشت. بعضا در وقت آخر گوسفندان به مورد و به مورد 4 پای خوب 2 پای بد شیار پرتافته تیز تیز رفت کار مجلس را خللدار می ساختند. بعداً معلوم شد که گوسفندان مخصوصا در لحظه های مهم سخنرانی های برفک کلوله 4 پای خوب 2 پای بد گویان داد می زدند.
барфаки кулула баъзе маводи шумораҳои кӯҳнаи маҷаллаи хоҷагидор ва чорводорро, ки дар сарои чорпоён ёфта буд, бо диққат омӯхта, аз рӯи он нақшаҳои навоварона ва такмилдодашударо таҳия менамуд. вай ҳамчунин донандаи кор дар бораи заҳбурҳои саҳроӣ, силосхобонӣ ва нуриҳои органикӣ суҳбат карда, тарҳи лоиҳаи мураккаберо дар бораи порӯи тамоми ҳайвонҳо, ки онҳо ҳаррӯз онро бевосита дар саҳро бояд мерехтанд, кор карда баромад, то ки кори бо ароба кашонидани он камтар гардад. Наполеон ягон нақшаи мушаххаси худро надошт, аммо оромона мегуфт: кори барфаки кулула барбод хоҳад рафт. ба назар чунин менамуд, ки ӯ вақти барканоршавиашро мунтазир аст. аммо ягон баҳсу зиддияти онҳо ба мисли баҳс дар бораи сохтмони нерӯгоҳи барқии бодӣ сахт шиддат нагирифт. дар дарозии чарогоҳ, вақте дар наздикии биноҳои сарои чорпоён як тепачаи хурде мавҷуд буд, ки он ҷо баландтарин нуқтаи сарои чорпоён маҳсуб меёфт. баъд аз назаргузаронии замин, барфаки кулула изҳор дошт, ки ин ҷой барои сохтани нерӯгоҳи барқии бодӣ, ки он метавонад барқ барои сарои чорпоёнро истеҳсол намояд, мувофиқ аст. барқи истеҳсолшаванда метавонад оғилхонаҳоро равшан карда, дар фасли зимистон гармӣ диҳад. инчунин арраи даврашакл, дастгоҳи коҳмайдакунӣ, асбоби резакунии лаблабу ва мошинаи электрикии ширҷӯширо ба кор дарорад. ҳайвонҳо қаблан ҳеҷ гоҳ дар бораи мавҷудияти чунин чизҳо хабаре надоштанд. аз рӯи беэътиноӣ дар сарои чорпоён аз техникаи кӯҳнаи бобоӣ истифода менамуданд ва ҳамаи онҳо бо ҳайрат суханони барфаки кулуларо гӯш карда, расмҳои мошинҳои афсонавиеро, ки гӯё он ба ҷои ҳайвонҳо кор мекардаасту онҳо бошанд дар саҳро бемалол чарида ба мутолиа ва суҳбат машғул мешуданд, тасаввур менамуданд. дар давоми чанд ҳафта тарҳи лоиҳаи барфаки кулула оид ба нерӯгоҳи барқии бодӣ пурра омода гардид. ҷузъиёти механикӣ асосан аз 3 китоб, 1000 чизҳои муфид барои хона, ҳар кас барои худаш хишчин аст ва барқ барои шурӯъкунандагон, ки ба ҷаноби ҷонс тааллуқ доштанд, гирифта шуда буд. барфаки кулула фикрҳои худро дар утоқе, ки замоне барои инкубаторҳо истифода мешуд ва фарши ҳамвори чӯбиаш барои кашидани нақша мувофиқ буд, лоиҳаҳо мекашид. ӯ дар он ҷо соатҳо пушти дари пӯшида кор мекард. рӯи саҳифаҳои лозимии китоб санг монда, гоҳ-гоҳ ба онҳо назар меафканд ва пораи бурро миёни ду ангушти паллаи худ гузошта, зуд ба ин тарафу он тараф ҳаракат мекард ва паси як хат хати дигарро кашида, паст-паст аз хурсандӣ хурхур мекард. оҳиста-оҳиста нақшаҳояш шакли мураккаби мили ланг ва чархҳои дандондорро гирифта, онҳо қариб дар тамоми масоҳати фарш кашида шуданд ва барои ҳайвоноти дигар комилан нофаҳмо, вале хеле таъсирбахш буданд. ҳамаи ҳайвонҳо ҳадди ақал дар як рӯз як маротиба ба тамошои нақшаҳои эҷодкардаи барфаки кулула меомаданд. ҳатто мурғҳо ва ғозҳо бо эҳтиёт, ки мабодо пайи бурро поймол накунанд, оҳиста-оҳиста қадам мемонданд. фақат Наполеон пайдо намешуд. ӯ аз аввал зидди сохтмони нерӯгоҳи барқии бодӣ буд, аммо ӯ рӯзе ногаҳон омад, то нақшаи лоиҳаро тафтиш кунад. вай бо вазнинӣ гирди утоқ давр зада, ҳар як ҷузъиёти нақшаро бо диққат аз назар гузаронид ва як-ду бор барои нақша хурхур кард. баъд аз ин каме дуртар истода, ногаҳон пӯяшро бардошт ва болои нақшаҳои кашидашуда пешоб кард ва чизе нагуфта ба берун баромада рафт. ақидаи тамоми ҳайвоноти сарои чорпоён дар мавзӯи нерӯгоҳи барқии бодӣ ду тақсим шуда буд. барфаки кулула инкор накарда мегуфт, ки дар асл сохтмони он кори душворе хоҳад буд. барои сохтани девор сангро аз кон канда овардан лозим меояд. баъд парвона ё худ теғаи бодгардонро сохтан лозим мебояд ва пас аз он генераторро насб карда кабел харидорӣ мебояд кард. аммо ӯ изҳор дошт, ки ҳамашро дар қавс чӣ гуна инҳо бояд харидорӣ карда мешуданд, барфаки кулула нагуфт. аммо ӯ изҳор дошт, ки ҳамашро дар муддати 1 сол сохтан мумкин аст. пас аз он, гуфт барфаки кулула, нерӯгоҳи барқии бодӣ он қадар меҳнати ҳайвонҳоро сарфа хоҳад кард, ки онҳо дар тӯли 1 ҳафта танҳо 3 рӯз кор мекунанду халос. аз дигар тараф Наполеон бошад далел меовард, ки эҳтиёҷоти бузурги замони ҳозира ин зиёд кардани истеҳсоли маводи озуқаворӣ мебошад,
اگر آنها در ساختمان نیروگاه برقی بادی وقت را بهوده صرف کنند، همه از گرسنگی میمیرند. حیوانات به دو گروه زیر شعارهای به برفک کلوله برای هفته 3 روزه کاری آواز دهید و به ناپلئون برای آخری پر از غذا آواز دهید تقسیم شدند. بنجامین یگانه حیوانی بود که به یگان گروه شامل نشد. وی باوری نداشت که غذا فراوان می شود و یا نیروگاه برقی بادی مهنت حیوانها را صرفه می کند. نیروگاه برقی بادی باشد و یا نباشد، گفت او، زندگی چنانه که بود به همان منوال بعد ادامه خواهد یافت. بغیر از بحث و مناظره اوید به نیروگاه برقی بادی مسئله محافظت سرای چارپایان نیز به میان آمد. گرچند که آدمان در محاربه نزد عاقلگاه‌ها مغلوب شده بودند، آنها می توانستند برای ضبط کردن سرای چارپایان و برقرار کردن حاکمیت جناب جانس دوباره کوشش کنند. این کار برای آدمان بیشتر لازم بود، زیرا خبر مغلوبیت آنها در تمام منطقه پخش شده بود و حیوانهای فرمه‌های همسایه از هر وقت دیده زیادتر ناآرام گردیده بودند، چون هر وقت برفک کلوله و ناپلئون با همدیگر اختلاف داشتند. و گفته ناپلئون حیوانها باید کاری کنند که یراق آتش فشان بیشتر خریداری کنند و طرز استفاده آن را آموزند. و گفته برفک کلوله آنها باید بیشتر و بیشتر کبوترها را برای برانگیختن شورش در بین حیوانات دیگر فرمه ها فرستند. یکی می گفت که اگر از سرای چارپایان را دفاع کرده نتوانند، حتما سرای چارپایان از جانب آدمان ضبط کرده می شود. دیگر می گفت که اگر در همه جا شورش برپا کنند، احتیاج به دفاع خود از خود از بین می رود. حیوانها سراول به ناپلئون، بعدا به برفک کلوله گوش دادند و به یک خلاصه درست عمومی آمده نتوانستند. آنها به کسی که در بین زمان سخن می گفت هم فکر بودند. نهایت روز فرا رسید که برفک کلوله کار نقشه کشی را تماما به انجام رسانید. در مجلس روز یکشنبه آینده مسئله ساختمان نیروگاه برقی بادی باید به آواز مانده می شد. وقتی که حیوانات در انبار کلان جمع شدند، برفک کلوله از جای برخاسته، هرچند که گاه گاه گوسفندان ضمن سخنرانی شعار می پرتافتند، او نقطه نظر خود را عاید به طرفداری ساختن نیروگاه برقی بادی بیان کرد. آنگاه ناپلئون برای جواب دادن برخاست. وی خیلی آرامانه گفت که ساختن نیروگاه برقی بادی این بیعقلی است و به کسی مصلحت نمی‌دهد که به طرفداری آن آواز دهد و زود به جای خود نشست. او قریب 30 ثانیه گپ زد و به نظر چنین می‌نمود که به تأثیر سخنرانی خود قریب پروایی نداشت. در این مورد برفک کلوله از جاش خیست و طرف گوسفندانی که دوباره به شیار پرتایی سر کرده بودند داد زده دعوت نمود که نیروگاه برقی بادی ساخته شود. تا این دم حیوانها در طرفداری تقریباً برابر تقسیم شده بودند، اما دعوت برفک کلوله آنها را به طرف خود جلب نمود. او با عباره‌های آتشینش تصویر چگونه بودن سرای چارپایان وقتی که مهنت سنگین از دوش آنها برداشته می شود تجسم کرد. تخیلات او اکنون از دستگاه کاه میده کنی و اسباب ریزه کنی لبلبو دیده خیلی فراتر بود. وی می گفت که قوه برق غیر از آن که هر عاقل خانه را با چراغ برقی، آب گرم و خنک و گرم کننده های برقی تامین می کند، باز ماشین های غله‌کوبی، اسپارها، ماله و سیخماله، ماشین های درافگری و دیگر لوازمات تکنیکی را به کار انداخته اداره می نماید. وقتی که او سخنش را به اتمام رساند، شبهه نبود که آوازدهی به منفعت کی انجام می یابد. در همین لحظه ناپلئون از جاش برخاست و به سوی برفک کلوله نگاه خاصه انداخته یک خورخوره بلند برآورد که کسی از این پیش نشنیده بود. در این مورد در بیرون غورش دهشت انگیز بلند شد و 9 سگ عظیمی که گردنبند مسی داشتند به انبار در آمدند. آنها راست به سوی برفک کلوله حمله کردند و او سراسیمه‌وار از جای برخاسته خود را از جاغ آنها حمایت کرده به سوی در گریخت. در یک لحظه وی از در بیرون شد و سگ‌ها از پای او می‌دویدند. حیوان‌ها خیلی حیران ماندند، همزمان برای چیزی گفتن ترسیدند و در نزد در جمع شده تعقیب را تماشا کردند. برفک کلوله به سوی چراگاه درازی که به طرف راه می‌برآمد می‌دوید. چندی که خوک دویده می‌تواند او از وی زیادتر می‌دوید، اما سگ‌ها به پاشنه پای او نزدیک بودند.
ناگهان او لغزید و به نظر چنین رسید که سگ‌ها او را داشتند. پس از آن او برخاست و از هر وقت دیده تیزتر دوید. باز سگان به او نزدیک شدند. یکی از آنها دم برفک کلوله را گرفت، اما برفک کلوله زود دمش را از دهان سگ رها کرد. فاصله بین تعقیب کنندگان و برفک کلوله همگی چند وجب مانده بود و او با یک جهش سخت توانست توسط سوراخی دیوار خود را به آن طرف اندازد و بعد از این وی ناپدید گشت. حیوانات خاموش و وحشت زده باز به انبار گشته در آمدند. بعد لحظه سگان نیز برگشتند. در اول کسی از کجا پیدا شدن این مخلوقات را تصور کرده نمی توانست، اما بزودی معلوم شد که ناپلئون آنها را هنوز در خردیش از مادرشان گرفته تنها خودش پرورش کرده بود. هرچند که هنوز این سگ‌ها به کمال نرسیده بودند، آنها خیلی عظیم جثه و مثل گرگ‌ها بی‌رحم بودند. آنها در گرد ناپلئون جمع شدند. آنها دم خود را به سوی ناپلئون طوری که سگان جناب جونز چنین عادت را داشتند می جنبانیدند. اکنون ناپلئون با همراهی سگ‌ها به قسم بلندی صوفه انبار در آن جایی که یک زمان معیار پیر سخنرانی میکرد برآمدند. ناپلئون اعلان کرد که از این به بعد مجلس‌های صبح روز یکشنبه دیگر برگزار کرده نمی‌شوند. ضرورتی برگزار نمودن آنها دیگر وجود ندارد، گفت او. این تنها بیهوده صرف کردن وقت است. در آینده همه مسئله های به کار سرای چارپایان داخل داشته را کمیته مخصوص از حساب خوکان که آن را خود او راهبری خواهد کرد حل می نماید. اینها در علاهیدگی ملاقات می کردند و بعداً تصمیم های خود را به دیگران می رسانیدند. حیوانات مثل هر وقت صبح روز یکشنبه جمع می شدند، پرچم را می برداشتند، سرود حیوانات انگل را می سراییدند و برای هفته آینده سپارش می گرفتند، ولی دیگر در بحث و مناظره ها اشتراک نمی کردند. صرف نظر از ضربه‌ای که فراری برفک کلوله با آنها زده بود، حیوانات از این اعلان به هراس افتاده ناامید شدند. چندی از آنها می خواستند اعتراض کنند اگر به شرط دلیل های درست می یافتند. حتی بوکسیور هراسیده بود. او گوشوایش را به قفا گردانیده چند بار پیشانیش را جنبانیده بسیار کوشش کرد که فکر و اندیشه‌اش را ابراز دارد، ولی در آخر به کله‌اش چیزی برای گفتن نآمد. با وجود این بعضی خوک‌ها بیشتر زیرک بودند. 4 خوک جوان که در قطار پیش ایستاده بودند خرخر کنان از جای خسته هر چهارشان یک باره به سخن گفتن در آمدند. ناگهان سگ‌هایی که در گرد اطراف ناپلئون نشسته بودند تهدیدآمیزانه به غوریش کردن در آمدند و خوک‌ها همان لحظه خاموش شده به جایشان نشستند. پس از آن گوسفندان با آواز بلند به شیارپرتایی در آمدند. شیارپرتایی 4 پای خوب 2 پای بد قریب 15 دقیقه دوام کرد و این به هر گونه بحث و مناظره کردن خاتمه گذاشت. پس از آن وینگوسی را به گرد و اطراف سرای چارپایان فرستادند تا که ترتیب نو را به دیگران فهماند. رفیقان، گفت او، باوری دارم هر یک حیوان سرای چارپایان آن جانبازی ها و آن وظیفه وزنینی را که رفیق ناپلئون برای ما شده و دوش خود گرفته است قدردانی میکنیم. تصور نکنید رفیقان که رهبری این کاری حلاوت بخش است. برعکس این مسئولیت کلان و وزنین است. رفیق ناپلئون باوری قطعی دارد که همه حیوانات برابر حقوقند. او از حد خرسند میشد اگر هر کس خود برای خودش قرار قبول میکرد، اما بعضا شما رفیقان میتوانید در قبول قرارها اشتباه کنید. آنگاه چی خواهد شد؟ فرض میکنیم که شما برای ساختن نیروگاه برقی بادی برفک کلوله را پیروی میکنید. برفک کلوله که حالا میبینیم از جنایتکار کمی ندارد. او در محاربه نزد عاقل گاوها دلیرانه جنگید، گفت حیوانه. دلیری کافی نیست، گفت وینگوسی. صداقت و اطاعتکاری از همه چیز مهمتر است. در مورد محاربه نزد عاقل گاوها من باوری دارم زمان فرا خواهد رسید و ما خواهیم فهمید که نقشی برفک کلوله در آن خیلی از حد زیاد نشان داده شده است. انتظام رفیقان، انتظام آهنین، این است شعار مهم امروز. یک قدم اگر خطا گذاریم دشمنمان بر ما غلبه خواهد کرد. البته رفیقان، شما نمیخواهید که جونز برگردد. بار دیگر این دلیل به جواب ماند.
البته حیوان‌ها نمی‌خواستند که جونز برگردد و اگر برگزاری مجلس‌ها هر صبح روز یکشنبه باعث برگشتن او باشد، پس باید این بحث‌ها قطع کرده شوند. بوکسور که حالا برای فکر کردن وقت داشت، احساس عمومی را چنین جنبست کرد: هرچه که رفیق ناپلیون گویند همان درست است. و از آن وقت این جانب بوکسور علاوه بر شعار شخصی خود من باز بیشتر از این کار میکنم، عباره ناپلیون همیشه حق است را قبول کرد. در این روزها وضعیت هوا بهتر شده، موسم شدگار بهاری آغاز یافته بود. اتاقی را که در آن برفک کلوله نقشه نیروگاه برقی و بادی را کشیده بود اکنون قلف زده بودند و تخمین میکردند که نقشه ها از روی فرش پاک شدند. هر صبح روز یکشنبه ساعت 10 حیوانات در انبار کلان جمع می شدند تا سپارش هفته‌ینه را قبول کنند. کاسه‌خانه سر معیار که حالا گوشت و پوست نداشت و تنها از استخوان عبارت بود، از داخل قبرش واقع در باغ برآورده شده در پایه ستون پرچم در پهلوی یراق نصب کرده شد. پس از برافروختن پرچم از حیوانها طلب کرده می شد که پیش از وارد شدن به انبار با احترام از نزد کاسه‌خانه سر گذرند. امروزها حیوانات مثل پیشتر یکجانه می نشستند. ناپلیون با وینگوسی و یک خوک دیگر با نام مینیموس که در ایجاد کردن سرود و شعرها همتا نداشت، در بالای بلندی صوفه انبار نشسته 9 سگ جوان در شکل نیم دایره آنها را احاطه می کردند. دیگر خوکان از قفای آنها می نشستند. حیوانهای دیگر روبروی آنها در قسمت پایان انبار جای گرفته بودند. ناپلیون سپارش‌های هفته‌ینه را با یک اسلوب حربی دغلانه خواند و پس از یک بار سرودن حیوانات انگلیا تمام حیوانها پراکنده شدند. روز یکشنبه سیوم پس از رانده شدن برفک کلوله، حیوانها از شنیدن اعلان ناپلیون درباره ساختن نیروگاه برقی بادی تا اندازه حیران شدند. وی سبب دیگر کردن فکرش را نگفت، بلکه همه حیوانها را آگاه کرد که این کار علاوگی زحمت زیادی را طلب میکند و احتمال دارد که حتی معیار غذای آنها محدود کرده شود. البته نقشه ها تا جزئیات آخرین آماده کرده شده بودند. دوام 3 هفته آخر یک کمیته مخصوص خوک ها روی این نقشه کار کرده بود. نیروگاه برقی بادی با دیگر بناهای علاوگیش در ظرف 2 سال باید ساخته میشد. آن بگاه وینگوسی در فضای صحبت دوستانه به حیوانات دیگر فهماند که ناپلیون در اصل هیچگاه مخالف ساختمان نیروگاه برقی بادی نبود، برعکس و از ابتدا آن را جانبداری میکرد و نقشه که برفک کلوله در فرش اتاق اینکوباتوری کشیده بود واقعا از بین کاغذهای ناپلیون دزدیده شده بودند. یعنی در اصل ساختمان نیروگاه برقی بادی این غایه یا خود ایده و پیشنهاد خود ناپلیون است. پس چرا و اینقدر سخت زیر ساختمان آن سخن می گفت؟ پرسید جانوره. در اینجا وینگوسی خیلی مکارانه رفتار کرد. این گفت او کارچلانی رفیق ناپلیون بود و چنین وانمود میکرد که مقابل ساختمان نیروگاه برقی بادی است. در اصل باشد این یک روش برای خلاص شدن از برفک کلوله بود که خصلت خطرناکش به حیوانات تأثیری بد میرسانید. اکنون که برفک کلوله از قوره برآمد، نقشه میتواند بدون دخالت او عملی شود. این گفت وینگوسی تاکتیک نام دارد. وی چند مرتبه تکرار به تکرار از جوش پریده و خنده کنان دومش را تاب داده گفت تاکتیک رفیقان، تاکتیک. حیوانها نمیدونستند که این کلمه چی معنا دارد، اما وینگوسی باشد با یک باور کامل در این باره گپ میزد و 3 سگی که او را همراهی میکردند چنان تهدیدآمیز به غورش آمدند که شرح او را بدون سوالهای علاوگی قبول کردند. شنونده های عزیز، ادامه قصه را در نشر دیگر خواهید شنید.